برکاتو یک پیام دارم ای افغانای گل ما. حالا ما یه چی نظر خودم میدیم، مثلا اونقدر آگاهی هم نداریم درباره هر چیزی گپ بزنیم. فقط یک خواهشی ما از افغانی های خود ما دارم. لالا ناکو به خدا در اروپا آمده، ما افغانا ناکم ما در شهر لایپزیگ هستم، ایالت زاکسن. مثلا در این شرایط، در این موقعیت، در این وقت خانه پیدا کردن در این شهر خیلی سخته. یعنی واقعا آدمایی هستن 2 سال 3 سال دنبال خانه میگردن، پیدا نمیشه. اونم داخل شهر که اصلا باید کلا فراموش کنی. ولی اینجا خب می عربا که هستن لالا، خب اقا با هم اتفاق دارن، اقا با هم اتفاق داره، اقا پشت هم هستن، اقا هم دیگر کمک میکنن. خدا وکیلی من یک اندیوال میشناسم عرب 1 سال نمیشه داخل آلمانه، یک خانه پیدا کرده با فامیلش وسط شهر. اصلا خدایی تعجب کردم، میگم چطوری تو پیدا کردی؟ میگه رفیقا، میگه فامیلا اینو، میگه رفیقا و عربا اینا بین هم مثلا ای به اون میگه، او به او اطلاعات میده، میگه گپی بشه او به او خبر میده، مثلا خیلی هوای هم دیگه رو دارن. ولی افغانی ما رو نگاه خدا وکیلی آدم به خدا نگاه میکنه، بابا بی خیال دیگه همین چیزا رو قوم پرستی رو بذارین کنار دیگه. این میگه پشتون و میگه تاجیک و هزاره، و یکم با هم کنار بیایم. ما هم هممون انسانیم، چه عرب چه افغان هممون انسانیم، باید با هم کنار بیایم، دیگه رو کمک کنیم، دست همو بگیریم تو شرایطای خراب. یکی بیکار سری سرکارش کنیم، نه که هر کی در فکر خودش باشه. ولی فلانی میگه برو، بگه که مثلا ببخشید گپ میزنه، میگه برو زدیمش دقیقش نیست. این چیزا رو بذاریم کنار، یکم به هم کمک بکنیم، هوای هم دیگه رو داشته باشیم. به خدای عربا خدای هوای هم دیگه رو دارن، قهوه هم دیگه رو دارن. به جان خودم یکشون که بیکار باشه سری درب میبینید هفته بعدی سر کار است. باید یکم با هم کنار بیایم، این چیزا رو بذاریم کنار دیگه. بابا این افغانی میگه می پشتون و این میگه تاجیک و این میگه، ما افغانی هر جای دنیا بریم با هم اتفاق نداشته باشیم نمیشیم، سخت میشه. باید بیایم کنار، با هم یکم مهربان باشیم. این طالب و مالب این چیزها رو، قوم پرستی و پشتون و این چیزها رو بذاریم کنار. انتاری و نمیدونم او به او میگه انتاری و میگه گوشی دزد و نمیدونم این گپا رو بذاریم کنار، یکم با هم کنار بیایم. انسانیم هممون، همه انسان‌ها یه اشتباهی میکنن. یکی 2 تا حرکت خوبی میکنه دلیل نمیشه که آدم خوبه، یا یکی 2 تا حرکت بدی میکنه دلیل نمیشه آدم بدیه. نباید سریع انسان رو سریع قضاوت کنیم. مثلا ما هم انسان هم باید کارهای خوب کنم. ما هم بعضی وقتا حالم خرابه، مثلا بعضی وقتا حالم خراب میشه، یک حرکتای خراب میزنم، مثلا یه حرکت بدی از من میاد، ولی کوشش میکنم اون مثلا اشتباهی من جبران کنم، بهتر کنم، بفهمم که اینجا اشتباه کردم دیگه نکنم اون کارا. ولی میخواستم بگم